سرخط خبرها. او کدا د انګریز و د امریکا قانون دی وی او دا غلامی دی وی چې کومه دراونه کړی ده تر قیامت پتا باندې د آرام سا قسم کې لبد مرغه تقریبا نږدې 400 تنه زموږ بستر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلی دي. بمباران شدن بیرحمانه غیر نظامیان در کابل. رژیم نظامی پاکستان در حمله شب گذشته به یک بیمارستان درمان معتادان 400 غیر نظامی را به شهادت رساند و نزدیک به 250 تن دیگر را زخمی کرد. امارت اسلامی گفته راه دیپلماسی بسته شده و پاکستان انتظار انتقام سخت را داشته باشد. متداوین هسپتال کې بیگانه چې کوم پاکستان رژیم بزدلانه حمله کړې ده هغې کې زموږ وراره تر اوسه یې مرګ ژوند پته نه لګي. باید داسې کلک جواب ورشي چې یا ټولو ته د جهاد اعلان وکړي چې ټول د غصب بندوار شي. جنایت شبانه در کابل. شهروندان، سیاستمداران، نهادها و کشورها یک صدا در محکومیت. شهروندان از حکومت میخواهند بر ضد پاکستان اعلام جهاد کند. هند این حمله ها را قتل عام، بزدلانه و غیر انسانی خواند. سازمان حقوق بشری حامد کرزی عبدالله آن را نقض آشکار اصول حقوق بشری و قوانین بین المللی دانستند. برای امنیت تنگه هرمز متوسل میشن به کسانی که تا دیروز دشمن حساب میکردن. از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون. و 18مین روز جنگ آمریکا اسرائیل با ایران. اسرائیل علی لاریجانی و شهرهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی به اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرد. تهران و واشنگتن از پیروزی در جنگ سخن گفتند. من اسماعیل صادق میزبان شما در خبر 5C هستم. رژیم نظامی پاکستان بار دیگر با نقض حریم هوایی افغانستان به کابل حمله کرد و این بار شفاخانه معتادان را بمباران کرد. بمبارانی که در آن جز غیر نظامیان و کسانی که برای تداوی در این شفاخانه بستری بودند قربانی دیگری نگرفت. امارت اسلامی گفت در این حمله ها 400 تن شهید و 250 نفر دیگر زخمی شدند. برای پردازش و جزئیات بیشتر این خبر همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 با ما وصل است. سلام زریر، وقتت بخیر. آخرین ها از تجاوز تازه پاکستان بر افغانستان چیست و واکنش ها تا اینک چی بودند؟ خب ساداتی، گزارش هایی که تا اینک به دست ما رسیده نشان میده که این تجاوز پاکستان هم مثل رفتارهای قبل از اینش حداقل در یک سال اخیر بیشتر افراد ملکی و غیر نظامی و حتی این بار دکتران و مریضان و معتادانی که یا درمان شدن یا در حال درمان بودن و تازه امیدی به بازگشت به زندگی عادی داشتن هدف قرار گرفته و بیش از 400 تن تا اینک تایید شده که شهید شدند و نزدیک به 300 تن هم تا حالا زخم برداشتن که حالا بعضی از زخمی ها هم وضعیتشان خوب به نظر نمی رسد بر اساس گزارش ها که امکان داره تلفات بالا بره یا بالا نره. و این کمپ به اصطلاح فنکس که می گفتنش یا مرکز تداوی معتادین که نام 2000 بستر امید هم روش گذاشته شده، 4 نقطهش دیشب ساعت 9 در نتیجه حملات و بمباردمان بسیار سنگین و سهمگین جت‌های پاکستان تخریب شدن، آتش گرفتن و هرچند خود پاکستانی ها ادعا کردند که ما مهمات را و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادیم و این آتش را یک برداشت دیگری کردند و یک سری جعل پراکنی های دیگری کردن. ولی به هر حال همکارای ما از تلویزیون 1 هم به صحنه رفته بودند و تصاویرش را همکنون ما در اختیار داریم که بیننده ها میتونن در پرده تلویزیونشان ببینن که حاکی از جریان خون غیر نظامیان در زیر آوار و ساختمان مخروبه است که اثرات بمب و افتادن اصابت راکت ها با اونها هویدا است. خب
واکنش ها گسترده بودن، هم در داخل افغانستان همگان خشمگینن بر پاکستان، هرچند این آتش را با همزمان با آغاز ماه رمضان پاکستانی ها بر افغانستان گشودند و لحظات یا ساعات قبلتر از جنگ بزرگ خاورمیانه ایران، آمریکا و اسرائیل این را آغاز کرد و هر از چند گاهی شدت گرفت. چند باری هم با نقض حریم هوایی افغانستان به کابل و دیگه مناطق قندهار و ننگرهار و اینها حملات انجام داد، ادعا کرد که نظامیان و تأسیسات نظامی را هدف قرار داد و بعدا مشخص شد که یا افراد کهنسال است یا میانسال است یا زنان است یا کودکان است یا دانش آموزان است یا ورزشکاران است و حالا هم مریضان، دکتران و معتادانی در حال درمان. و اما در داخل خب ما ستاره کرکت را داشتیم که خشمگین بود به شدت بر پاکستان، آقای راشد خان، آقای کرزی رئیس جمهور پیشین را داشتیم، آقای عبدالله رئیس شورای مصالحه پیشین که اینها محکوم کردند، آقای خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا که به شدت محکوم کرد و خواست که باید پاکستانی های معتدل حکومتشان را کنترل بکنن. و خب جمهوری امارت اسلامی، آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت مثل همیشه گفت که این تجاوز آشکار کاری حلقاتی در رژیم نظامی پاکستان است. اخیراً ما شاهد رفت آمدن یا سفری گروهی از علمای برجسته پاکستان به افغانستان هم بودیم. با وجودی که طی ماه‌های گذشته رابطه بین افغانستان و پاکستان رو به قطع شدن نهاد، تنش به اوجش رسید، روابط تجاری و ترانزیتی کلا به صفر نزدیک شد، خشم و خشونت و بی‌اعتمادی به اوجش رسید، دیپلماسی نتیجه نداد و همچنان هر از گاهی آتش بین دو طرف گشوده شد. هر بار اونا غیر نظامیان را هدف قرار دادن و اینها دوباره نظامیان پوست و پاسگاه اونا را هدف قرار دادن و گاهی امارت گفت که ما تصرف هم کردیم، تعدادی هم اسیر گرفتن که بعداً آزاد کردن. این فرایند حالا به اوجش رسیده و به جای رسیده که فعلا امارت میگه دیگه خبری از دیپلماسی نخواهد بود و پاسخی کوبنده خواهیم داد. خب واکنش ها در داخل پاکستان داشتیم نداشتیم و چی بوده اگر بوده؟ در داخل پاکستان که پاکستانی ها ادعا میکنن یک ادعای بدون ارائه اسناد که ظاهرا جنگ روانیشان هست و یک جنگ ترکیبی را علیه افغانستان ادامه میدن و ادعایشان این است که حالا این درمانگاه معتادان توسط خود افغانستان آتش گرفته و در حالی که اونجا آثار غیر ایره نشان میده و اما دیگه اونا مدعی هستن که ما تی تی پی را هدف قرار دادیم. ادعا میکنن که افغانستان در اخلال امنیت پاکستان دست داره و چیزهایی هستن که طی ماه‌ها حتی در مذاکره با میانجیگری طرف‌های زیرب در منطقه و حتی در گفتگوهایی که افغانستان با پاکستان داشت پیوسته تاکید شد که اگر یک چنین ادعای است، خب شما ارتش میلیونی هستین، شما بمب اتم دارین، شما تجهیزات نظامی مدرن، کامراهای پیشرفته دارین، شما خط فرضی دیورند را سیم خاردار گرفتین، شما امنیت خودتان را چرا تامین نمیکنین که اتهام وارد میکنین به افغانستان؟ در کنار این خب ما واکنشایی که داشتیم از هند بوده که محکوم کرده این حملات را. سازمان ملل گزارشگرش که چندان مورد اعتماد حکومت فعلی افغانستان نیست، نگران وضعیت غیر نظامیان هست. همچنان هم چین در تلاش هست که کاهش بده تنش را، هرچند طی هفته ها و ماهای گذشته نتیجه نداده و به هر حال این جنگ در سایه جنگ بزرگ دیگر در منطقه است و آنگونه که امارت وعده انتقام داده، دوره قبلم گفت پاسخ میتیم، بعدن درگیری شد. وعده انتقام امارات نشان از این میده که یا امکان داره حملات پهپادی به شهرهای پاکستان صورت بگیره یا امکان داره درگیری مرزی صورت بگیره. به هر حالش جنگ به احتمال زیاد بین افغانستان و پاکستان ادامه پیدا خواهد کرد. خب پاکستان از تکرار این عمل کرد و دنبال چی است دارید؟ چرا تلاش‌های دیپلماتیک نتیجه نداده و آینده وضعیت میان دو کشور چه خواهد شد؟ پاکستان که از طرف افغانستان متهم میشه که این کارها را کاملا خودسرانه نمیکنه و در راستای دیکته قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا و انگلیس انجام میده و بعضی از آگاهان این گونه مطرح کردن که این جنگ و این آتش برای از این در داد که به دیکته آمریکا زمینه سازی بکنه پیرامون ایران ناامن نشان داده شود تا جنگ ایران آغاز شود. به هر حال خیلی پیچیده است. گویا پاکستان در افغانستان یک امنیت، ثبات و یک حکومت مقتدر نمیخواه. این خب چیزایی از سمت افغانستان مطرح میشه و گویا پاکستان عمق استراتژیکش افغانستان را میبینه و افکار دیگه‌ای برای افغانستان در سر میپرورانه و از طرف دیگه هم که حلقه نظامی که در پاکستان هست مأمور هستند که امنیت منطقه و ثبات منطقه را اخلال بکنن و گویا اینها به دنبال این هستند که آب را گلالود بکنن تا قدرت‌های فرامنطقه بیان اینجا
از این آب گلالود ماهی خودشان را بگیرن و در کنار از این عدم استقلالیت تصمیم گیری در پاکستان، عدم توافق اتحاد پاکستانی ها با بخشی یا حلقه در رژیم نظامیشان هست، عوامل متعددی داره. و اما این که چرا میانجی ها و میانجیگری ها نتیجه نداد، فعلا که کشورهایی که میانجی بودن مثل ترکیه، قطر، عربستان سعودی، اینها خودشان در آتش جنگن و به شدت درگیر هستند، شاید فرصت نمی کنن که به اوضاع این طرف دقت نظر داشته باشند. و اما چین تلاش هایی کرده که ظاهرا و به نتیجه نرسیده، چون باور بسیاری ها این است که تا زمانی که در پاکستان کلا سیاست در قبال افغانستان تغییر نکنه و واقع بینانه نشه و یا اینکه حلقه حاکم برکنار نشه، شاید از پاکستان یک چنین انتظار را همیشه باید داشت. و آینده این به نظر میرسه که هم جنگ افغانستان و پاکستان طولانی به نظر میرسه که ادامه پیدا میکنه، هم جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل هم که منطقه‌ای شده و همچنان هم که خطر جنگ پاکستان و هند وجود داره و جنگ‌های دیگر در منطقه. بعضی از آگاهان که تندروتر باور دارند فکر میکنند که جنگ جهانی بدون اعلام آغاز شده و آتش‌هایش در خاور میانه گسترده است. خب اگر بپردازیم به اوضاع خاور میانه، همچنان سریر همزمان با این خاور میانه نیز در آتش است. منطقه با این جنگ ها به کدام سو روان است؟ بله، خاور میانه که نزدیک 15 کشور عملا در جنگ درگیر هستند. امروز هم موج 57 و 58 عملیات صادق 4 ایران بر شهرهای اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه ادامه داشت و پهپادها و موشک‌های ایرانی در بعضی شهرها رهگیری شد و بسیاریش هم اصابت کرد. همچنان هم اسرائیل امواج جدیدی از حملات شدید را بر ایران آغاز کرد. طی 24 ساعت گذشته اسرائیل و آمریکا که حتی ادعا کردند که فرمانده کل بسیج را هدف قرار دادند، دبیر شورای امنیت که از شخصیت‌های کلیدی فعلی آقای علی لاریجانی را هدف قرار دادند، ولی دقایق پیش من دیدم که ایران رد کرد و گفتن که آقای علی لاریجانی و در یک پیامی میفرسته که تا دقایق بعد شاید اختیار ما قرار بگیره و اوضاع در ایران هم همچنان زیر بمباردمان هست و آقای ترامپ هم تاکید بر ادامه جنگ کرده. ایرانی ها هم که حاضر به تن دادن به خواسته های اونها نیستن و کلا چشمانداز خاکستری به نظر میرسه سادات و به این زودی ها انتظار نمیره که تلاش های دیپلماتیک بعضی کشورها منجر به آتش بس فوری یا توقف جنگ یا زمینه سازی مذاکره و توافق در آینده بین طرفهای درگیر صورت بگیره. بسیار تشکر از حضورت و ارائه جزئیات سپاسگزاریم سریر. همکارم سعدالدین حکیمی در این مورد گزارش دارد. رژیم نظامی پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرد و این بار مرکز ترک اعتیاد 2000 بستر امید در کابل را آماج قرار داد. حوالی ساعت 9 شب توسط جنگنده های رژیم نظامی پاکستان مورد بمباردمان قرار میگیره و یکی از بم ها دقیقاً این قسمت اصابت میکنه و این ساختمان را در هم فرو میریزه. با گفته مسئولان در این قسمت به شمول کارکنان این کمپ یا این شفاخانه حدوداً 450 نفر در امی قسمت که پیشتر بر ما نشان دادن کسایی که معتادین بودن و برای تداوی در اینجا بودن افطار کرده بودن و قسمتی هم نماز می‌خوردن و کسایی هم تراویح خوانده بودن و آرام ششته بودن و در حال استراحت بودن که جنگنده ها میاین و بمباردمان میکنه. مسئولان وزارت صحت عامه کشور آمار رسمی و کلی بمباران جت‌های مربوط به رژیم نظامی پاکستان را 400 تن کشته و 256 تن دیگر زخمی اعلام کردند که همزمان با این عملیات جستجوی آوارها هنوز هم از سوی تیم‌های امدادرسان ادامه دارد. لبد مرغه تقریبا نږدې 400 تنه زموږ بستر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه د 250 په شاوخوا کې دلته ټپیان موجود و چې هغه په لومړي سر کې د افغانستان اسلامي امارت د مربوطه اداراتو د ژغورنې ټیمونو په توسط باندې له دغه ځای څخه انتقال سوي دي او ځینې ناروغان داسې ول چې هغه ډېر زیات وخیم ول او خطري حالت کې ول. دغه ناروغان د جدي مراقبت څانګو ته انتقال سوي دي. همدارنګه کوم ناروغان چې برسیرن ټپیان ول د مرکز په تخصصي روغتونونو او ثالثي روغتونونو کې او په نورو اړوندو روغتونونو کې خدمات ورته جریان لري.
این حمله در ادامه نقض حریم هوایی کشور صورت گرفته است، اقدامی که پیش از این نیز از سوی رژیم نظامی پاکستان در نقاط مختلف و ولایات گوناگون از جمله کابل انجام شده و تلفات غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان را در پی داشته است. وزارت امور داخلی امارت اسلامی این رویداد را که در یک مرکز ترک احتیاط صورت گرفت و تمامی قربانیان را بیماران مبتلا به احتیاط تشکیل می‌دهند به شدت محکوم کرده و آن را مغایر با تمامی اصول بین المللی بشری و انسانی دانسته است. این وزارت خواستار بررسی و بازنگری جدی این رویداد از سوی نهادهای بین المللی شدند. او کدا د انګریز و د امریکا قانون دی او دا غلامی دی چې کومه د روانه کړی ده تر قیامته په تا باندې د آرام سا قسم کې نور د خوښه خپله ده څه چې ځان ته خوښوي په هغې باندې سوچ وکړه او څه چې کرې بیا یې ربلو ته مخه وینې طاقت لرې وسې لرې په هغې باندې هم فکر وکړه. اسلامي امارت پر نړیوالو مهمو سازمانونو او نړیوال اسلامي کنفرانس ملګرو ملتونو او په نړۍ کې د بشري حقونو پر پلوي سازمانونو غږ کوي چې د پاکستان پوځ دغه وحشیانه جنایت په وړاندې خپل مسؤلیت درک او د وحشي جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. اسلامي امارت چې له خپلو ټولو شته مالي مشکلاتو سره سره په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې ګوټلې او قوي ګامونه اخیستي او په یاد حمایوي مرکز کې د 3000 په خوا او شا کې معتادین تر معالجې لاندې نیولي وو او اوس مهالیات مرکز او په هغه کې شته معالجوي او اداري امکانات 100% کې ټول له منځه وړل شوي دي او حریق شوي دي. په اړونده جهتونو غږ کوي چې د ژوندي پاتې زخمي معتادینو په معالجه او همداراز له مخدره توکو سره د مبارزې په سلسله کې د اسلامي امارت سره د همکارۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پوره کړي. اسلامي امارت پر ټولو نړیوالو بشري بنسټونو غږ کوي چې دا پیښه په جدي توګه وڅېړي او په دې وحشیانه برید کې وژل شویو او ژبل شویو مظلومو انسانانو له حقونو دفاع وکړي. تیم هایی که پس از بمباران و آتش سوزی گسترده برای کمک رسانی و انتقال زخمی ها و جان باختگان به محل اعزام شدند میگویند که هنوز هم در حال جستجوی پیکرها و بخش های از جسدهای قربانیان هستند و صحنه را به عنوان یک فاجعه دردناک توصیف می کنند. وضعیت خیلی خراب بوده که یعنی مردم ها در زیر آوار بوده، در زیر سنگا و خاکا، ما وار از زیر از اون میکشیدیم میبردیم انتقال میدادیم در شفاخانه و اینا. فعلا مسئولان در یک اقدام تعداد از پیکرها و اجساد شهدای این حمله اخیر را در اینجا آوردن به حضور رسانه ها و قرار است پس از این پروسه رسمی تسلیم دهی آن به فامیل های شهدا آغاز شود. سعدالدین حکیمی، تلویزیون 1، کابل. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر 5 وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.